از اساسی ترین وظایف علما امی هست که برای مردم تبیین بکنن عقیده اسلامی را، چون الله متعال تعهد گرفته از کسانی که الله متعال بر از اونها بهره از کتاب را داده و علم کتاب داده، امی تعهد گرفته که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که حقیقت برای مردم بیان بکنن و او را پنهان نکنن. و بدون شک بله بیان کردن سخن حق سختی ها و مشکلات خودش داره. امام احمد بن حنبل در دوران خودش شما داستان زندگیش اگر خوانده باشین مشکلات و سختی های زیاد را به خاطر بیان سخن حق شنید. یک کسی بر از او گفت که همین دیگه علما چیز نمیگن، تو چیز خودت به جنجال انداختی، هر روز شکنجه میشی، زندان میشی، دوره میخوری، چرا ما... امام احمد بن حنبل یک گپ بسیار زیبایی گفت اگر عالم که حق میفهمه او پنهان بکنه، مردم عوام هم حق نمیفهمن، پس حق چگونه آشکار شوه؟ پس وظیفه عالم امی هست، وظیفه عالم اینمی هست که به خاطر بیان سخن حق مشکلات تحمل بکنه. اگر عالم مشکلات تحمل نگه که والا برو مشکل به وجود میاد، مردم عوام هم نفهمن، پس حق چگونه آشکار شود؟ دقت کردین؟ و میخواد امام شهید سید قطب رحمه الله اگر بسیار زیبایی داره، میگم ما بر او کسانی که به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند، بر از اونها میگم حتی از رخصت ها هم استفاده نکنن، از رخصت های شرعی هم استفاده نکنن. چرا؟ به خاطری که یک نفری که در مقام الگو قرار میگیره اگر ای از رخصت ها استفاده بکنه، عوام مردم باز از رخصت ها هم استفاده نمیکنن، تنازل بیشتری میکنن. دقت کردین؟ خصوصا در بیان سخن حق، در بیان سخن حق هیچ گونه جایگاه نداره که انسان تساهل بکنه، ولو به مطابق مزاج کس باشه یا مطابق مزاج کس نباشه، ولو به کسی بر بخوره یا به کسی بر نخوره. وظیفه انسان مسلمان امی هست که عقیده سچه و خالص اسلامی رو بر مردم بیان بکنه تا مردم بفهمن دین الله یعنی چی. دقت کردین؟ و این وظیفه را هر انسان مسلمانی داره و هر کسی که برش پیام حق میرسه. لازم نیست حتما شما باید یک سند کلان علمی داشته باشین که برین بر مردم سخن حق بگین. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به ما میگه که بلغوا عنی ولو آیه می معنا را داره. اگر شما از یک حکم الله هم آگاهی پیدا کنین، وظیفه ابلاغ به عهده شما هست که رو بر مردم برسانین. بله سختی ها و مشکلات هم داره. یک نکته دیگه هم نیست که گاهی اوقات یک نفر سخن حق میگه طریقش غلط است. متوجه شدین؟ گاهی اوقات طریقه گفتن سخن حق یک رقم باعث میشه که در یک مشکل گیر بره. نه، ما معنای حکمت خوب به یک نفر باید بفهمه. خیلی از مردم در دعوت میگن فلانی حکمت نداره. یعنی چی؟ یعنی ای که گاهی وقتا تو تعریف میکنه که یک نفر سخن حق نگه، این حکمت معرفی میکنه. این غلط است. نه، حکمت همیست که یک نفر سخن حق بگه خب با طریقه سالم. دقت کردین؟ یعنی کتمان کردن سخن حق حکمت نیست. هر کسی اگر بیاید در دعوت تعریف کنه که حکمت فلانی نفر خوب و حاکم است، حکیم است در دعوت، چرا؟ به خاطر بسیاری گپا را نمیگه که مشکل جور میکنه. این حکمت نیست. پنهان کردن سخن حق هرگز حکمت نیست، بلکه سخن حق را با طریقه سالم گفتن حکمت است. دقت کردین که حساسیت ایجاد نشه و تا حدی هم که یک نفر ممکن است بتونه خود از مشکلات سختی ها دور بکنه، بله حکمت هست، اما نه به قیمت پنهان کردن سخن حق. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب